تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. مقامات تاجیکستان با پخش یک اظهارات حمله در لندن را محکوم کردند. پلیس بریتانیا در ارتباط با این حمله مرگبار 7 نفر را بازداشت نموده است. مهاجران تاجیک میگویند منتظر مقامات نمیشوند و خودشان برای آبادی زادگاه سعی میکنند. ما خواستیم که مثال پول داشتیم و کوچه در پانی آبودی هم مثال فنری بزنیم و ماشه مثال پروژکتورهای خوب بزنیم که مثال پیشی روانه بینیم. و باری اول یک دختر افغان از ولایت محافظه‌کاری جلال‌آباد به مرحله نهایی آزمون موسیقی ستاره افغان راه یافت. پیروز یک جوان از قوم هزاره شد. مقامات تاجیکستان حمله تروریستی در شهر لندن را که با مرگ 4 نفر انجامید محکوم کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیه رسمی از روز 23 مارس گفت حمله در مرکز پایتخت بریتانیا عمل غیر انسانی است و ضرورت بی‌تأخیر تقویت مبارزه با همه گونه ظهورات تروریسم و افراطگرایی را نشان می‌دهد. مقامات بریتانیا گفتند که 7 نفر را در رابطه با این حمله خونین دستگیر کردند. در لندن دیروز چی گذشت؟ موضوع گزارش است که با همراه می‌بینیم. روز 22 مارس در بالای پل وستمینستر در نزدیکی پارلمان بریتانیا ماشین چند راهگذر را پخش کرد و سپس راننده آن به پلیس پاسبان پارلمان با کارت حمله کرده است. با شمول این پلیس در مجموع 4 نفر هلاک شدند و نزدیک 40 تن دیگر جراحت برداشتند. شخصی حمله‌گر نیز کشته شده است. عکاسی خبرنگاری رویتر در دقایق اول حادثه دست کم 10 نفری آغشته در خون را مشاهده کرده است. حمله‌گری که وارد صحنه پارلمان شده و با پلیس با کارت در افتاد از تیر تفنگ پلیسی دیگر کشته شده است. در این باره دیوید لیدینگتون رئیس پارلمان بریتانیا خبر داد در روز اول حادثه در داخل پارلمان و اطراف آن نیروهای زیادی پلیس جمع آمدند. هنگام شروع تیرپرانی محافظان نخست وزیر بریتانیا ترزا می را سوار ماشین یگوار کرده به سمت نامعلوم بردند. مقامات بریتانیا گفتند که 7 نفر در رابطه با این حادثه دستگیر شدند. نام حمله‌ور را تا کنون اعلان نکردند. برنامه را با خبری از تاجیکستان ادامه میدیم. مقامات انتظامی این کشور میگویند تحقیق زناشویی مرگبار گروهی از نورسان را در این منطقه که میبینید تا ماه ایون امسال تبدید کردند. یک نماینده دادستانی کل تاجیکستان روز 23 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت این زمان بیشتر از 20 کس در بازداشت هستند و بعضی به کشتار متهم میشوند. مناقشه گروهی جوانان و نورسان از جمله مکتب بچگان محله های 102 و 103 شهر دوشنبه شب 2 ژانویه صورت گرفت. در این جنگ و زن و زنی و کردکشی 2 نفر کشته شدند. شفقت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان ضمن سفر نخستینش به قزاقستان با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات در شهر استانا در روز 23 مارس رهبران قزاقستان و ازبکستان گفتند که این دو کشور بزرگ منطقه برای حفظ صلح و ثبات در آسیای مرکزی مسئولیت کلان به دوش دارند. نورسلطان نظربایف در ملاقات به بهتر شدن تجارت دو کشور از زمان به سر قدرت آمدن میرزیویف اشاره نموده است. در جریان همایش تاجران دو کشور روز 23 مارس 75 سازشنامه همکاری در حجم 1 میلیارد دلار امضا می شود. علیشیر صدیق مدیر بخش ازبکی رادیو آزادی گفت رئیس جمهوری نوی ازبکستان احتیاج کشور به همکاری با قزاقستان را می داند. ازبکستان به قزاقستان نیاز دارد، از جمله از لحاظ ترانزیت نفت که خیلی مسئله مهم و بررسی شونده است. اگر از نقطه نظری همکاری های اقتصادی بگیریم، ازبکستان در لایحه بنیاد کارخانه اتومبیلی در قزاقستان اشتراک میکند. همچنین موضوع صادرات میوه و سبزیجات نیز به قزاقستان مطرح می شود. Будет обсуждаться вопрос экспорта узбекских плодоовощных фруктов и овощей. موضوع بین‌المللی را ادامه میدیم. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با همتای افغانش صلاح‌الدین ربانی روز 22 مارس در واشنگتن ملاقات کرد. این گفتگو در حاشیه جلسه بین‌المللی ائتلاف کشورهای ضد گروهی به نام دولت اسلامی انجام شد. وزیران خارجه 68 کشور برای تحریزی عمل‌های منبعد جهت معافی این گروه دهشت‌افکن گردی هم آمدند. صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان خواسته است که آمریکا برای مبارزه با طالبان و گروهی به نام دولت اسلامی به افغانستان نیروهای بیشتر بفرستد. این موضوع را من با ژکفر احمدی همکارم از رادیو افغانستان آزاد مطرح نمودم.
پیش از اینکه به این موضوع من بپردازم، در حال حاضر 8400 سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند، اما ظاهراً به باور مقام‌های افغان شمار موجود سربازان امریکایی در افغانستان در جنگ علیه تروریسم کافی نیست. طوری که شما هم گفتین، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هنگام دیدار از امریکا گفت که از حکومت ایالات متحده امریکا می‌خواهد تا برای مبارزه علیه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی از جمله داعش باید سربازان بیشتر به افغانستان بفرسته، هرچند تا هنوز اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده، البته در ارتباط به خواست آقای ربانی. اما پیش از این جنرال عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، منظورم قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، گفته که برای مبارزه علیه تروریسم و گروه‌های شورشی از جمله طالبان و القاعده باید سربازان بیشتر به افغانستان فرستاده شود و به چند هزار سرباز نیاز هست. همچنان پیش از این جنرال ووتل قماندانی مرکزی امریکا هم گفته که در مبارزه علیه تروریسم احتمالاً به نیروهای بیشتر در افغانستان نیاز هست. البته دو سناتور ارشد امریکا هم، جان مکین و لینسی گراهام، خواهان اعزام نظامیان بیشتر امریکایی به افغانستان شدند. خب آیا مقامات افغانستان انتظاراتشان از کنفرانس بین‌المللی اون کشورهای ائتلاف کشورهایی که بر ضد گروه دهشت افکن دولت اسلامی می‌جنگند چه هست و آیا تا کجا افغانستان تا امروز شاهد جنایت‌های این گروه دهشت افکن شده است؟ طوری که شما هم پیشتر اشاره کردین، وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن است. من دیشب صحبت داشتم با خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد. آقای آزاد گفت که انتظارشان از تمامی اشتراک کنندگان این کنفرانس است که برای جلوگیری از ادامه تمویل داعش در کشورهای مختلف به خصوص افغانستان باید راه‌های جستجو شود. می‌پردازیم به فعالیت داعش در افغانستان. ظرف ماه‌های اخیر چندین حمله مرگبار در بخش‌های مختلف افغانستان صورت گرفته که مسئولیت برخی از این حملات را جنگجویان داعش به عهده گرفته. در تازه ترین مورد حمله صورت گرفت بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل. البته داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، حمله‌ای که به گفته وزارت دفاع افغانستان بیش از 50 کشته بر جا گذاشت. گفتگوی کامل را با ژکفر احمدی در وبسایت azadi.tj و آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. هر سال نزدیک 1 میلیون از اهالی قابل کاری تاجیکستان به مهاجرت و اساساً به روسیه می روند. پولی که آنها به وطن میفرستند یک عامل مهم تامین ثبات اجتماعی در کشور شمرده می شود. بر علاوه تعدادی از آنها در آبادانی زادگاه خود نیز سهم میگذارند. گزارش نوبتی ما از چند تشبث این مهاجران قصه میکند. شیرینبگ با دو دوستش چند سال پیش در این میز یک جایه نشسته آینده خود را طرح‌ریزی می‌کردند. اگر بزرگ شوند و پول پیدا کنند، پیش از همه کدام کارها را انجام خواهند داد. در کودکی مثال میشتیم در کوچه توریک بود، مثال چی میکردیم میشتیم بچه ها قطعا مثال میدیدیم اما عذاب میکشیدن، در دستشون فنریک میگشتن. مثال ما خواستیم که مثال پولدار شیم، همی کوچه در پانی آبودی همی مثال فنریک بزنیم، هم ماشا مثال هم پروژکتورهای خوب بزنیم که مثال پیشی روانه بینیم. دوام 20 سال کوچه های محله ترسونزاده که در مرکز ناحیه فرخار جایگیر است چراغ نداشتند و برای مردم کار افتاده رفع مشکل بود. 20 سال زیاده از 20 سال بود که در همین کوچه ما سویت نبود. در مبین 10-12 روز همین سویت گذروندن، همین حاضر همین قدر روشنی است که شیرینبگ با دوستانش 2,500 سامانی صرف نموده کاری وصل و تنظیم تجهیزات روشنایی بخش را انجام دادند و نمای کوچه را به هنگام شب تغییر دادند.
چاچی کیساب خچون موندم ما رفتیم از سویتاوی اجازه گرفتیم آوردیم قایداری موندیم همین سوم چند سوم یک شب خودش همون شیرینبگ میسپارد. شیرینبگ 9 ماه در روسیه کار میکند و 3 ماهی باقی مانده سالش را به عائله و وطنش میبخشد. هر مهاجر به کیسه خود نگاه کرده تشبس‌های اجتماعی نشان می‌دهد. ساکنان جماعت غیرت ناحیه فرخار دیگر در محل زیستشان تبابت می‌گیرند و دیگر برای رفتن به مرکز ناحیه قریب نیاز نمانده است. بینای بیمارخانه ما تامین طلب بود. یا صاحبکاری محلی که حاضر در فدراسیون روسیه اقامت می‌کند با دستگیری و کمک او بیمارخانه ما از سر نو تعمیری حاضر زمان کرده شد. این مکتب به مبلغ زیاده از 7.5 میلیون سامانی ساخته شده است و در آن زیاده از 400 خواننده تحصیل می‌کنند. ساختمان آن را دلاور محیدینوف مبلغ گذاری کرده است. محیدینوف دلاور که شاگرد این مکتب در تحصیل کرده است. حالی مکتب ما را با بخلاص آمد که مبلغ گذارد و این مکتب را سازد و این علاقهش می‌رسه اینکه مکتبی شد بر هوا خیلی آشخانه همه چیز ساختش است، خوب است، شرایطش خوب است. قسمت اعظم آنها این عملهای خود را خیر و صدقات می‌نامند. از این دیدگاه سهم مهاجران از جانب هموطنانشان ناوابسته از مبلغش یکسان پذیرفته می شود و در تعبیر مردم اینجا خیر است، چی 1 سامانی چی 1 میلیون. идораи ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангали тоҷикистон феҳристи ҳифзи дарахтони аз 100 сола болоро тартиб додааст. тути носири хисрав бо умри беш аз 700 сола ва як дарахти писта бо умри 900 сола дар шаҳри турсунзода кӯҳансолтарин дарахтон дар тоҷикистон ҳисоб шуданд. ҳамкорам муъмин аҳмадӣ ба турсунзода рафт ва гузорише дар бораи вижагиҳои дарахтони бисёрсола омода кардааст. عمر این درخت پیسته در کنار شهر تورسونزاده را پژوهشگران 900 سال حساب کردند. آن از کهنسال‌ترین درخت در تاجیکستان است که حالا شامل رویخط ویژه درختانی از 100 ساله بالا شده است. با فرمایش کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود شهر تورسونزاده پاسپورت شناسنامه درخت‌های کهنسال یعنی از 100 سال زیاد شماره کردیم. این درخت‌ها در حدود شهرتون زیاده است، 20 نمود هستند. از همین پیسته هم از نمر 10 قطعی با ما وارد شده که در حفظ محیط زیست شعبه شهر تورسونزاده نظارت قرار دارند. درختان بزرگسال در تاجیکستان اکثرا تنها در مکان‌های باقی مانده است که ساکنان آنجا را مقدس می‌دانند. درخت پیسته 900 ساله نیز در نزد مقبره منسوب به یک عالم اسلام با نام خواجه نقشران قرار دارد. این درخت‌هایی که در قدمجوهای بزرگ خواجه بالگردان بابا است ماده شیخ مظفر است، خواجه شیخ مظفر، خواجه نقشبند آدم‌ها بسیار وای دارد، اعتقاد قطعی دارد و همه زمانه آمده زیارت میکند. همین درخت‌های بسیار نگاهبون میکند که این درخت‌های قدیمی خلق میداند که این بریدن درخت در آرامگاه‌ها، در مزارها و قدمجوهای بزرگترین بریدن درخت یا که باید استفاده نمودن که خیزوم اول شمار میکند، حساب میکند. ساکنان هنگام زیارت از این مقبره از میان این درخت عبور میکنند. باور دارند که عمر آنها دراز می شود. کسی که می بیاید هم پسته گذاره عمرش دراز میشه. مردم هم خیلی فکر داره. مقامات حفظ محیط زیست تاجیکستان در سال 2016 درختان بزرگسال در این کشور را روی خط کردند. بیش از 2000 درختی از 100 تا 900 ساله مورد حفاظت مخصوص قرار گرفته است. یک سرتراشی سابق افغان که موسیقی رپ رو پیشه کرده صاحب جایزه اساسی موسیقی افغانستان شد. مقام دوم رو در آزمون استوری افغان یک دختر از شرق کشور صاحب گردید. این را شما میتونید در صفحه ما تماشا کنید و با این خبر ما برنامه امروز رو پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی رو در وبسایت آزادی.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار هر یک شما.